واخان که چه روان دی؟ حال امنیت تامین است، امنیت برقرار است. امی 50 سال شده به می رای امی پاکستان کسی نتوانسته که بیاید در واخان تجاوز کنه. د واخان امنیتی وضعیت لا شایعات و تر رښتیا د لسو رومي قراریز یک توطئه دشمن بود دیگه. ما دیگه انشاءالله کوشش میکنیم که در خاک هیچ کشور مداخله نکنیم و کسی اجازه نمیدیم در خاک ما مداخله کنه. او د امنیتی ځواکونو له ژمنتیا بیا د خلکو تر همکاری. بنان این شایعاتی که پخش شد شایعات در کل دروغین به اساس و پروپاگاندایی بود که اگر جنگ شو آماده است با نیروی امنیتی برید اوجا جنگ شد یک راکت بود از همونجا تا گلگیت ما خودی نورا میبرد. د افغانستان سر واخان هغه ځای چې تاریخ، جغرافیا او کلتور یې یو د بل ترڅنګ عظمت ته رسیدلی او هغه سیمه چې نه یوازې په خپله طبیعي ښکلا ویاړي بلکې د افغانستان د سولې، اقتدار او امن ښکارندویي کوي. په داسې حال کې چې یو شمېر استخباراتي کړۍ هڅه کوي د دغې سیمې ناامني اړوند بې بنسټه اوازې خپرې کړي، خو د افغانستان دې مهمې تړانګې سراسري امنیت او آرامتیا موږ ته بل حقیقت بیانوي. پامیر امن دی او د دې سیمې امن د افغانستان امنیتي ځواکونو د ټینګښت او ژمنتیا ګواهي ورکوي. دغه سفر کې د دې ستراتیژیکې سیمې رښتینی وضعیت، د سرحدونو وضعیت، خلکو، امنیتي ځواکونو، مسؤلینو او زموږ د سترګو لیدلی حال بیانوو. د لمر وړانګې او د ژمي یوه سړه ورځ ده. واخان ته زموږ سفر د بدخشان له شکاشم ولسوالۍ پیلېږي. اوږد سفر مو په مخ کې دی او هر هغه څه ته چې اړتیا لرو باید راسره وي. د ورېښمو لارې په اوږدو کې د خپل سفر لومړنۍ ورځې ته دوام ورکوو. واخان ته د رسیدو لپاره اړ یو چې له دې کنګل او پیچلو لارو تیر شو. هوا ډیره سړه ده او د واخان دنګو غرونو سپینه واورینه جامه اغوستې ده. هوا ورو ورو تیاره کیږي. ساعتونه د شپې په تیاره کې خپل سفر ته دوام ورکوو. پرلپسې سفر وروسته د شپې 10 بجې د بروغیل سرحد ته رسیږو. هوا سړه ده او یوه تیاره شپه همدې سیمه کې تیروو. واخان کې روان ژوند د دې سیمې تلپاتې امنیت ثابتوي. هغه خلک چې په هڅو، هیلو او آرامتیا سره خپل ژوند ته دوام ورکوي، شایعاتو ته یو ښکاره پیغام دی چې واخان امن دی او هیڅ ګواښ نشي کولی د دې سیمې امنیت ته خنډ پیدا کړي. د واخان خلک د امنیتي اندېښنو په تړاو له خپرو شویو شایعاتو حیران دي او وایي له کومه چې دلته اوسیږي هیڅ امنیتي ګواښ یې نه دی لیدلی او واخان کې هره منفي اوازه بې بنسټه ده. خوب هستین؟ بخیر شما خوب است؟ بخیر و سلامت باشین. جناب رئیس میشه خدا به بینندای ما اول معرفی کنیم؟ اسمم دیوانه بیک، رئیس شورای سرحد بروغیل. یعنی شما را من اینجا خوش آمد میگیم که به می برف و به می سردی از ما خبر گرفتین. سلامت بخیر باشین. میشه در رابطه با آزی بگوین که در مرکز و در رسانه شایعات بود که وضعیت امنیتی واخان وخیم است. گویا نیروی پاکستان آمده در اوجا مرزا را گرفته، یک بخشی از واخان پاکستانی‌ها تصرف کرده هستند. ما آمدیم از نزدیک احوال شما را، احوال مرز جویا شویم
شما چی نظر دارین به مردم، به کسایی که فکر میکنه واخوان سقوط کرده؟ این مکمل دروغ است. این شاید پخش میشن. این از برکت خدا اینجا امنیت است، هیچ مشکلی نیست. و ما تا این وقایتم در هر تاریخ، در هر دور دمی ولسوالی واخوان در هیچ دور جنگ نشده است و این مردم قطعی کسی اول خدا مشکلم ندارد. حالی نیروی امنیتی اینجا هستند، ما هیچ مشکلی نداریم. این شاید دروغ هستند. دروغگوی همیشه روی سیاست. بسیار خوب است. بالای نیروی امنیتی چقدر باور دارین؟ بالای مجاهدای امارت اسلامی همکار هستن با شما؟ شما با او همکار هستین در بخش تامین امنیت؟ 100% حتما دیگه. ما قطعی هر دولتی که هر رئیس جمهوری کشیده ما برش مزدور و غلام بود هستیم، تا حالیم هستیم. حالیم اینا هر چیزی که میخوان ما قطعی شده هستیم، مشکلی نداریم. همکاری میکنین؟ 100% دیگه. بسیار خوب. ایرا بگوین که در سابق یک تعداد از قومای واخوانی میرفت طرف پاکستان و یک تعداد از برادران مثلا اینجا بوده، یکی در اونجا، یا قومیشا بوده یکی اونجا. ایرا بگین واقعیت داره به بیننده و شما رفت آمد داشتین خودتون به مرز؟ در دورانی که چیز بود ظاهر شاه نیست، در وقتی استاد ربانی که نو رئیس جمهور شد این راه آزاد بودن، به خاطر از این رفت آمد مردم بود. اونا ما موجا قومیت داریم، یک برادر ما نیز هستیم، یکی اوج هستیم. در مرز، در پاکستان، در گیلگیت، در هر جایی که باشه وخی از برادرای ماست، از امی جا هستن. این از امی جا رفته هستن، از امی واخوان هستن. دلیل چی بوده که مردم از واخوان رفته پاکستان؟ این همی مشکلات ها بوده دیگه. اینجا سرک نبوده، اینجا کلینیک نبوده، اینجا امکانات نبوده است، از روی مشکلات رفته هستن در پاکستان. خودت رفتی اونجا؟ نیست، ما نرفته هستیم. در دوران ما دیگه ما هم تقریبا 40 سال است میگه حالی بند است، هیچ کسی رفتن نمیتونه. یک تعداد از برادرایی که در اینجا بود رفتن یک؟ خب بعضیا رفته است، بعضیا کلانتر رفته، به مزدوری زیادتر رفته است. در وقت ما نرفته است. سلامت بخیر. تشکر سید، شما تشکر. کاکا جان چی حال دارین؟ صحتتون خوب است؟ بخیر سلامت باش. قربانتان. نامتان؟ نام قچبیک. قچبیک. خب سلامت بخیر باش کاکا. میگه واخوان پاکستانیا گرفته، این راست است؟ تبلیغ دروغ هر کس میکند. ای از گفتن تا بکردن. بله. پاکستان جنگ شد جا رمانکل فرار شده، فهمید 400 دستکر آورد جا ورا نموندن، حالی ایجا جنگ میکنن. ما با مو دولتم بسته بودم، با امارات لنز بسته زیادتر هستم. این گپا صاف دروغ، هیچ مشکلی جا نیست. به مردمایی که فکر میکنه دمی گپا راست است چی پیام داری؟ پیامش دیگه چی؟ وقت از پاکستان که میرفتن اینجا گشنگی بود، از پایان چیزی نمیرفتن. از چترار ما خود چای میوردم، برنج میوردم، شگاو یا مال میفروختم. مال از برکت خدا اینجا پیدا میشه کلیچی از تجارت. یعنی خودت از امی واخوان افغانستان رفتی به واخوان پاکستان، اونجا چند بار رفتی؟ و وقتی دولت ما بعد از جمهوریت 2 دفعه رفتم پشت سودا. خب چی رقم است وضعیت مردم پاکستان و اونجا حکومتش؟ منم سطح سردات از امیجا است و خی است، از دیگلامون است، از سرات است، از هر جا است و خی است. این بیگانه مردم قیش نیستن، اونا قیما هم دست هستن، نمیمونن به اینجا جنگ و اینجا. شما نسبت به حکومت پاکستان چی رقم بینش دارین؟ چی فکر میکنین می حکومت پاکستان چی رقم حکومت است؟ خیرش نکس از وقتم چیزی نبود، حالی همون گپ است. بازم اگر کدام نفر مخالف پیدا شد ما امارات خبر نمیشه، ما او را خبر میکنیم. هیچ مشکلی جا نیست. اگر جنگ شو آماده استی با نیروی امنیتی برید اوجا؟ جنگ شد یک راکیت بیاد از همینجا تا گیلگیت ما خود اینا را میبریم از اون طرف. خیلی سلامت باش کاکا، خوش شدیم دیدیمتان. خوش شدیم. قربانتان، بخیر باشین. کاکا جان سلام به شما، صحتتان خوب است؟ بخیر و سلامت باشین. اول نامتان بگین، باشنده کجاستین؟ ما باشنده قریه روچو از همین منطقه است. اینجا آمده هستیم به خاطر همینجا توی داریم، همین آمده هستیم. حالی همین خوش شدیم که شما را دیدیم و شما یعنی همین حالی ما مردم خبر شدیم که ما خبرگیری آمدیم همینجا دیگه. یعنی توی آمدین؟ نه توی آمدیم، حالی همینجا آمدیم که ما میبینیم که برای ما چی میکنن، چی پرسان میکنن. قصه توی تونه پسانتر. اول مسئله مرزا رو البته خبر شدین میگه وضعیت مرزا پیشترم گفتم به استادا که مرزا که است، حالی همین افغانستان فعلا چیز دیگه دشمن زیاد دارد، چی ای داخل و چی ای خارج. همین شاهد میکند که همین مرال نظام ضعیف شود که ما افغانستان را گرفتیم. افغانستان در 50 سال
پاکستانی نظامیش از همون مرزی طرف پاش نپرتافتن. ای برکت خدا و ای برکت مردم ما با مخالف هیچ وقت سر کار ندارد، هیچ وقت. اگر خدا ناخواسته که واقع شود این نظام اینجا ایستاد است. اینا برادران هستند، دوستان ما هستند. این همینجا ما اینا را آگاه میتیم که برادران پاکستانی آمیت هستند، همون پاکستانی هم قوم ما هست، همون طرف کی است. تا خیلی جا مردمی واخان است، اونا هر کاری که میشد دفعتا اینجا اول میتن که خدا دولت تان خبر کنید که اینجا کدام مشکل میشد، شما کدام بلا نشود. باز ما این نیروی داریم، فضل خدا جوانای جا هستند، باز جوانای ما در پلوشان ایستاد هستند، کدام مشکلی ندارن. مشکلات ما این همین است که مرز دروغ است 100%. دیگه مشکلات همی واخان خود میبینی، زراعتی اینجا ندارد. این زندگی و این حسابی که کلینیک گفتی کاکامانو کلینیک داریم دوا ندارد، وعده میکنن عمل نیست. این امیر ما خواهش میکنیم از امارت اسلامی که باید ما را هم غورسی کند. کوتاه‌تر موضوعات دیگر را گرفتیم، از توی قصه کردین، میخواستیم در قسمت برنامه باشه. تو اینجا چی رقم است؟ میگه بسیار گزاف است. اینجا ما مردم نظر به ما اقتصاد خود، ما مردم به حساب پیسه و به حساب این چیزا ما سر کار نداریم. ما همه چیز انانات وطن ما که حساب جنس به جنس است. ما مردم قومیتی هم دیگر داریم، بیگانه در بین ما نیست که ما مثل 2 لگ 3 لگ و چیزا را ما. زن گرفتی خودت؟ زن ما وقت فوت کرده بود، ما حالی شکر بشه داریم. چقدر مصرف کردی؟ مصرف ما که در دوران داوود بود با گمان کدام وقت که بود، 2 وقت برنج دیگه پیدا نمیشد، نمک پیدا نمیشد، یگان 2 مال میکشته و توی میکرد میرفت مقصد. ولی اگه کسی بخواد زن بگیره چقدر مال مصرف میکنه؟ ولی 2 مال مصرف میکنه و یک 40-50 سر برنج و همون قدر و یک 200 متر تیکه. خیلی میل نداری کدام زنی دیگه؟ نه ولی دیگه اگه زن مال دیگه میگه تا ولی پیر شده البته با کار نیست، او میگریزه خود به خود پیش ما. زن جوان است؟ نه جوان نیست، ولی سید ما در 60 است. سلامت و بخیر باشی کاکا. شما سلامت باشید که از همین درای واخان، از همین خنکی، از سربازا و از مردم خبر گرفتم. ما پیشنهاد خوش هستیم از امارت اسلامی، همین میخوایم که باید ما را ایت ببیند که در یک چشم یکی را مادر و یکی را مایندر نگیرد. ما هم در پلو اینا هستیم. وقتی که ما نباشیم اسکر ای کجا چی میکردید؟ بخیر و سلامت باشین کاکا. اینا هستیم، اینا قطعی ما. شما تشکر که مردم غریبی واخان سلامت باشین. تشکر زیاد. بینندگان گرامی، قسمی که دیدین بزرگا و باشندای ولسوالی واخان ولایت بدخشان بودند که در رابطه با وضعیت امنیتی و همچنان چالش‌هایشان با ما گفتگویی داشتند و اینا گفتن نباید گذاشت که مردم ولسوالی واخان از امنیت اینجا کاملا راضی هستند، همچنان یک رابطه نزدیک با نیروی امنیتی دارند، همکاری متقابل دارند و قسمی که شایعات در بیرون است و در رسانه است از نزدیک ما می‌بینیم مردمی محل اینجا وضعیت کاملا آرام است، برخلاف شایعات. شما خودتان چشم دیدتان از محل و مردم دیدیم که هیچ مشکلی امنیتی تا حال در واخان رخ نداده و مردم متعهد هستند که با نیروی امنیتیشان همکار هستند و بالای نیروی امنیتی هم اطمینان دارند که از تمامیت ارضی در واخان دفاع میکنند. افغانستان او پاکستان ترمنځ صفري نقطې ته تر رسیدو وړاندې د واخان له سرحدي قرارګاه لیدنه کوو او د سرحدي امنیت حال له امنیتي ځواکونو پوښتو. د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپل دوامداره شتون او بې پایه ژمنتیا په لرلو سره دا سیمه امن ساتلې او د واخان هره څنډه کې د خپلې خاورې دفاع ته چمتو دي. منطقه که ما شما در اینجا هستیم منطقه سرحد بروغیل است. چقدر جای مهم است؟ چرا اینجا نیروی امنیتی بسیار زیاد است نسبت به دیگر جا؟ بزرگوار اینجا با 3 مرز چیز با 3 کشور مرز است. تاجیکستان، دیگه چین، پاکستان. در هفته‌های قبل یا چند پیش برخی شایعات در رسانه‌ها پخش شد که گویا واخان هم نزد دهلیز یا منطقه استراتژیک افغانستان. فعلا وضعیت از چه قرار است؟ شما خودتان با بیننده همین موضوع را شریک بسازید. نه الحمدلله سارومی قراری است، یک توطئه دشمن بود دیگه. ما دیگه انشاءالله کوشش میکنیم که در خاک هیچ کشور مداخله نکنیم و کسی اجازه نمیدیم در خاک ما مداخله کنیم. سلامت بخیر باشین. تعهد شما با مردم افغانستان و با باشندگان ولایت بدخشان در بخش تامین امنیتی مرزها چی است؟ نه الحمدلله ما
دیگه در مرزی طرف پامیر دیگه نیروهای مسلح ما در اوجا جا بجاست. در اینجا الحمدلله دیگه ما نیروهای چیزی ما مجهز هستند. از نگاه تجهیزات چگونه است اینجا؟ احاطه با تای نیروی امنیتی مان سلاح و مهماتشان چقدر امکانات اینجا است؟ امارت اسلامی با ویژه وزارت دفاع یا نهادهای امنیتی که در است هستند چقدر توجه بالای واخوان دارند؟ نیروهای امنیتی مان مجهز هستند؟ بله، نیروهای امنیتی سرحد ما شما مجهز هستند. دیگه بزرگا 100% توجه دارن بالای اینجا. وضعیت امنیتی در سرحدات پاکستان کاملا اطمینان است. دیگه یک سلسله شایعاتی که از طرف پاکستان در شبکه‌های مجازی و اجتماعی پخش شده دیگه این را ما جدا رد میکنیم. همچنین موقعیتی در سرحدات ولسوالی‌های واخان در مرزهای پاکستان همچنین موقعیت‌های وجود نداره و اما تا آخرین قطرات خون خود از تمامیت ارضی نومیس ملی و حرم خصوصی افغانستان دفاع میکنیم. ما سالهای زیادی در کوها و در رها در هوای سرد دیگه به خاطر مقدسات اسلامی و این خاک افغانستان ما مبارزه کردیم. دیگه کشور ابرقدرتی که به نام امریکاست با ضربات دندانشکنی از این خاک راندیمشان. دیگه فعلا با تمام تجهیزات مکمل انشالله الرحمن در مقابل هر نوع متجاوز و کشورهای ابرقدرت ما مبارزه میکنیم. د پاکستان سره د افغانستان وروستۍ سرحدي پوستې ته د رسیدلو لپاره مجبور یو کنګل ستونزمنه او اوږده لار تر شا پرېږدو. دا دره د بدخشان واخان ولسوالۍ له سړو او ستونزمنو لارو ده. دنګ غرونه یې په ژمي له واورو پوښل شوي، خو د توپاني بادونو شدت یې حتی د غرونو واورې له ځان سره وړي او د دې دنګو څوکو سپینوالی یې کم کړی. خو له دې ټولو سړو سختو او خنډونو سره سره د واخان خلک لا د دې غرونو په لمنو کې اوسیږي او په مالدارۍ بوخت دي. دا د واخان یلاق میشتو وروستۍ کوډله ده. هغه کسان چې دلته د څارویو په ساتنه بوخت دي د واخان له نه زغمېدونکو سړو سره عادي شوي او میاشتې میاشتې په سړه هوا او واورو کې ژوند تیروي. دوی وایي هیڅکله یې په سرحدي سیمو کې ناامني نه ده لیدلې او هغه شایعات چې د دې ستراتیژیکې سیمې امنیت له خنډ سره مخ کوي یوازې دروغ دي. و دنبال سفرمان از سرحد بروغیل اینجا در نزدیک مرز پاکستان رسیدیم، در نزدیک خط فرضی. البته اینجا آخرین قریه است که از اینجا به طرف خط فرضی حرکت میکنیم. جدا از این منطقه و از این علاقه‌ای که وجود داره به اون طرف دیگه هیچ باشنده زندگی نمیکنه. در اینجا از اسباب پایین شدیم و خواستیم با مردمی که در آخرین نقطه واخان زندگی میکنن درباره وضعیت امنیتی گفتگو کنیم. کاکا جان سلام، خوب هستین؟ صحتمند؟ بخیر؟ آرام هستین؟ سلام بر شما. میشه اول بگوین این قریه یا منطقه چی نام داره؟ این قریه به نام دیخونخانه است. قریه نیست، ای دیخونخانه است. خب ای مردم سرد تو چلکند نیست. زمین یک تا و دو تا هر کسی داره که قضیه همه گاو و مال خود می آین همینجا زندگی میکنن. شما چی میکنید اینجا؟ ما اینجا چوپان هستیم، قای گاو و مال. بسیار خوب. در فیض‌آباد، در کابل، در کل در افغانستان و برخی از رسانه‌های خارجی یک مقدار یا یک شمار شایعاتی بود که گویا واخان تامین امنیتش اخلال شده، پاکستانی آمده در اینجا وضعیت امنیتی وخیم شده و واخان پاکستان گرفته اشغال کرده. شما در اینجا هستین، وضعیت چی رقم است؟ به مردم با رسانه چی پیام دارین؟ همی واقعیت است یا شایعه است، دروغ است، چی است؟ نه سبی شایعه است. حالا همینجا که ما هستیم فضل خدا یه جانی همی امنیت تامین است. این فضل خدا اسکرهای امارات همینجا هستن.
ما که جا هستیم همین روز نیک پیش از این کدام نیروی خارجی اینجا در خاک ما نیامده. این حالیم که گفت اصلا یک تبلیغ است. و نیروی امنیتی و سربازا و مجاهدای امارت اسلامی چقدر باورمند هستین که از خاک محافظت کردن میتونه؟ چقدر اعتماد دارین بالایشان؟ رابطهشان برخوردشان با مردم و با شما چی رقم است؟ خیلی مدت 3 سال 4 سال است که ما قای امینا هستیم. اینا با ما خدمت میکنن، به خاک ما، به مرزا را امنیت میکنن. دیگه ما از اینا بسیار خوش هستیم. سرانجام پس از 8 ساعت و با استفاده از پا از منطقه سرحدی بروغیل اینجا در منطقه دیقانخانه رسیدیم. اینجا آخرین منطقه است که از اینجا او طرف البته هیچ کسی زندگی نمیکند و اسپاره به دلیلی که برف بسیار زیاد است در مسیری را و همچنان را بسیار زیاد یخبندان است در اینجا گذاشتیم و ناگزیریم که از اینجا تا سرحد و نقطه مشترک میان افغانستان و پاکستان پای پیاده برویم. امنیتی پوسټې ته د رسیدو په موخه خپل سفر ته دوام ورکوو. دلته د واخان په یوه سرحدي پوسته کې یو. دغو ستراتیژیکو سیمو کې د امنیتي ځواکونو شتون د واخان دفاع ته د هغوی ژمنتیا په ګوته کوي. د دې ځای امنیت نه یوازې شعار بلکې هغه واقعیت دی چې هر ورځ تجربه کیږي. سرانجام پس از 8 ساعت با اسب و 2 ساعت پیاده اینجا به آخرین پوسته امنیتی رسیدیم. آخرین پوسته امنیتی در ولسوالی واخان ولایت بدخشان است. به دلیل از این که بیش از حد درها برف داره و فعلا هم بسیار زیاد برفباری شدید است، رفتن به نقطه صفری و دیدن خطی فرضی پاکستان ناممکن است. اینجا نیروهای امنیتی ما در همین پوسته مستقر هستند و بیشتر با اینا گپ میزنیم درباره وضعیت امنیتی. سلام احترامات جناب امیر محترم، اول میشه خود به بیننده معرفی کنین و بگوین که ما در علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خبیره و ارتباط کرده که نام سرحدی فعلا ما داخل والی واخان که سرحد بروغیل ما باشد موقعیت داریم. بگوین که وضعیت امنیتی فعلا در اینجاست چه قرار است؟ چون چند مدت پیش شایعات و در رسانه ها درس کرد واخان بزرگترین مهمترین نقطه افغانستان و بدخشان است. البته مختل شده امنیتش و حتی گفتن نیروهای مرزی و امنیتی پاکستان آمد و اینجا را در قبضه یا در دایره فرضی خود را آوردند. چقدر واقعیت داشت؟ چقدر شما در این نقطه هستین؟ همین شایعات میشه که منعکس کنین در این مردم؟ شایعات کاملا دروغ می باشد. ایران پاکستانی یک شایعات را پرداخت که ما در سرحد بروغیل مثلا موقعیت گرفتیم و تجاوز کردیم. نیروهای امنیتی ما با سلاح‌های سنگین در مرز موقعیت دارند و دفاع از تمامیت مرزی کشور در حال اجرای وظیفه می باشند. کاملا نشانات به اساس و دروغ می باشد. اول زمستان پیش از زمستان ما در اونجا گشت و گذار میکردیم. هیچ نیروهای پاکستانی که از خط مرزی عبور کرده باشد عبور نکرده. فعلا در اوایل زمستان اونجا برف به حدود 150 سانتی متر می باشه که هیچ امکان عبور رای عبور و مرور انسان باشه یا که حیوان وجود نداره در اون. پرسنل ما از نگاه سلاح سنگین و سبک و تجهیزات و مهمات کاملا آماده است. آشه ما وقت و میهنش که خود ما قرارداد کردیم آشه در کانت خون است و موقعیت صفری میرسد. کدام مشکلات در این مرحله ما نداریم. جهت واضح است پرسنل طولای دومی کندک دومی سرحدی آمدیم در سمت مرز سرحد بروغیل که اکنون در مقر بلوکی قرار داریم که پوسته
پستای دهقانخانه قرار داریم و بیشتر از این دیگه مرز نه بلکه خط خطوط فرضی بین پاکستان و افغانستان است که در اون موقعیت هم ما پستای می داشته باشیم و نسبت حجم برف یا بلندی برف که تقریبا به 2 متر یا نسبت سردی هوا که بیشتر است، ما پرسنل خود از جو انتقال دادیم و عبور و مرور مردم در اونجا کم رنگ است. بخیر باشید جناب امیر صاحب، شما بهتر میفهمین که شماری از رسانه‌ها و برخی افراد مغریض گزارش‌های را پخش کردند که وضعیت پامیر وخیم است از واخان، گویا در اینجا یا نیروهای امنیتی آمده اشغال کرده یا تیاران پاکستانی می‌آیند. همین شایعات همیشه شما بیننده از نزدیک می‌بینید، بازدید می‌کنید، رد کنین، البته حقیقت را بگین چه رقم گپ است؟ خود تمام ملت افغانستان از وضعیتی که تعدادی از افراد مخلص وضعیت نیروهای پاکستان حضورش در خاک افغانستان بخصوص در مرز بروغیل شایعات را پخش کرده بودند و برای تمام ملت افغانستان ثابت شد که هیچ نوع فعالیت‌های دشمن در اینجا حضور نداشت. بنابراین ما چند وقت پیش همراه تیم هیئت اعزام شده آمدیم از این ساحه بازدید کردیم که همراه پرسنل ساحه بازدید کردیم. هیچ نوع فعالیت دشمن در اینجا رخ نداده. حتی نیروهای زمینی و یا نیروهای هوایی پاکستان در خاک ما در بیسا از خطوط فرضی سمت پاکستان بین افغانستان از خاک پاکستان به سمت افغانستان صورت نگرفته. بنابراین این شایعاتی که پخش شد شایعات در کل دروغین، به اساس و پروپاگاندایی بود که یک تعداد افرادی که البته به منافع هم کشورهای بیگانه یا اجنده هم کشورهای بیگانه بخصوص پاکستان این نشرات یا وضعیت را پخش کرده بودند. بسیار خوب. یک موضوع دیگه که است، مردم فکر میکنن که گویا در نقاط سرحدی مثل واخان هم ارتباطات نیروهای امنیتی مثلا در این پستا که اثر شاید مرکز کم باشه یا را بررسی بازدید نکنن. شما چند روز بعد، چند ماه بعد یا چند هفته بعد اینجا میین بررسی میکنین، وضعیت از نزدیک میبینین، قسمی همراه ما آمدین؟ بسیار گپ خوب. ما در کل خودم شخصا در بخش آمریت اپراسیون که رهبری بخش ارتباطات و سوق اداره را داریم، ما ارتباط دوامدار، ارتباط مخابراتی دوامدار که از همه امورات پرسنل خود در هر نقطه‌ای که ساحه مسئولیت کندک، ساحه مسئولیت لباس ما راپور خود می داشته باشیم. راپور البته در هر دقیقه که ضرورت باشه پرسنل ما ارتباط دوامدار با قدمای سلسله بر رویت سلسله مراتب که با طلای با کندک و همچنین با لوا و سلسله ما موضوع را با سطح رهبری شریک می‌سازیم، ارتباط دوامدار داریم و به خاطر کمک رسانی و همکاری با این مردم در هر نوع شرایط ان شاء الله کمک رسانی می‌کنیم و به مشکلشون رسیدگی می‌کنیم. بسیار خوب. در همین جایی که موقعیت داریم در این پسته حساب چقدر از نیروی امنیتی ما اینجا مستقر هستن و اجرای وظیفه میکنن؟ ما تقریبا یک بلوک ما با دامن 25 نفر فعلا حضور دارن که تشکیلاتشون 29 نفر است. پرسنل ما 20 نفر اکنون حضور دارن در ساحه فعالیتشون که چند نفرشون در رخصت هستن دیگه. اینا به خاطر حراست از خاکشون همیشه آماده فعالیت هستن. در اینجا فضل خدا تیاره داخلی خاک وحرمی وطن شده وقتی که ما آمدن در مرز بودیم کدام آسیبی به ما نرسید و ندیدیم یعنی شما تا بال شاهد نبودین کدام تیاره یا کدام نیروی پاکستانی یا هر کسی از اینجا آمده باشد؟ ما تا بال نبودیم همه توتیه دانی مردم های میشتونیم که یا میگن که این توتیه این رقم صورت اگر فرضاً کدام مشکلی امنیتی پیش بیاید جدا از این شایعات کدام وضعیتی وخیم شود آماده هستی دفاع کنی از خاک وطن؟ چی پیام متعهد داری به مردم؟ ما در اینجا که اومدیم به خاطر خاک دفاع وطن و وضعیت‌هایی که در این منطقه دستیم و خاک خونمان در خاک میریزه ما دفاع میکنیم، در خاک دفاع میکنیم، آماده هر نوع چیزی دشمن هستیم.
پایان سفر تقریبا 3 روزه ما از مرکز فیض آباد اینجا نقطه صفری میان افغانستان و پاکستان رسیدیم و قسمی که ما با مردم، با نیروهای امنیتی، با مسئولان امنیتی از خود ولسوالی واخان، از قریه ها، از مرکزش و همچنان از این پوسته امنیتی آمدیم، بازدید کردیم، دیدیم، گزارش تهیه کردیم، چشمدیدی کردیم. هیچ نوع خلال امنیتی در اینجا پیش نیامده و نیروهای امنیتی بیشتر از پیش آماده تأمین امنیت هستند و از مجهزترین امکانات از یوشا و یوشای کاملی برخوردار هستند و تعهد می‌سپارند که اینجا امنیت را همیشه تأمین میکنند و البته سفر ما در اینجا به پایان میرسد. واخان د افغانستان امنیت، ثبات او اقتدار ښکارندوی، هغه ځای چې زوړ تاریخ یې له فرهنګي میراثونو سره تړل شوی او نن د خلکو یووالي او امنیتي ځواکونو بې وقفې هڅو له امله د آرامتیا او ثبات په بیلګه بدل شوی. د خلکو سرتیرو او امنیتي مسولینو لیدلوری د دې سیمې سراسري امنیت ته اشاره کوي او د امنیت ضد بې بنسټه خبرونو او شایعاتو ته د پای ټکی ږدي. پامیر د امنیت لوړه څوکه، د اقتدار ښکارندوی او د افغانستان ستراتیژیک زړه.